به شما همراهان عزیز. شما بیننده برنامه من حقتم از تلویزیون من وکیلتم هستید. آیا تاکنون در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کردید که به شما وعده سودهای بالا و تضمینی داده باشه؟ اگر بله، باید بدونید که ممکن است در دام یک طرح پانزی افتاده باشید. این طرح‌های کلاهبرداری چگونه کار می‌کنند و چه خطراتی دارند؟ برای بررسی این موضوع با آقای سید صادق قریشی، وکیل پایه دادگستری همراه هستیم. آقای قریشی، لطفاً برای مخاطبان ما توضیح بدید که طرح‌های پانزی چی‌اند و چگونه قربانیان خودشون رو فریب میدن. بعد سلام عرض می‌کنم خدمتتون و امیدوارم که همیشه در کسب و کارتون پر رزق و روزی باشید و کسبتون بازار داشته باشید. طرح‌های پانزی یه مدل کلاهبرداریه. اونم از نوع کلاهبرداری مالی که سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران جدید سود دریافت می‌کنن. این چرخه تا زمانی ادامه پیدا می‌کنه که ورودی افراد جدید در اون پروژه شکل می‌گیره. اما زمانی که این ورودی‌ها قطع میشه، شرکت از هم پاشیده میشه و افراد بسیار زیادی سود خودشون رو و سرمایه‌شون رو از دست میدن. یکی از معروف‌ترین طرح‌های پانزی بیت کانکت بود. درباره اون هم می‌تونید توضیح بدید؟ بله، بیت کانکت به کاربران وعده سودهای 40% داد. توجه کنید، وعده سودهای ماهانه 40% داد و پول سرمایه‌گذاران قدیمی رو از ورود کاربران جدید تامین می‌کرد. اما زمانی که مقامات قضایی تحقیقات رو آغاز کردند و ورودی‌های این مجموعه قطع شد، پروژه سقوط کرد و میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران از دست رفت. دوستان، باید داشته باشیم هیچ سود تضمینی و نجومی بدون ریسک وجود نداره. اگر پروژه‌ای فقط از طریق جذب سرمایه‌گذار جدید فعالیت داره، احتمالاً یک طرح پانزیه. از آقای قریشی بابت توضیحات ارزشمندشون تشکر می‌کنیم. یادتون نره که حق شما مهم است. پس آگاه باشید. تا دیدار بعدی در برنامه من حقتم، بدرود.